وحدت، محبت و سعادت. وحدت از یکدلی دلالت. وحدت، رهایی از کام تیرگی و ظلمت. وحدت محو کینه و کدورت. وحدت و همبستگی ما را شعار زندگی است. بخشیده به این صحنه فرخنده کشور، مؤسسه دولتی روزنامه جوانان تاجیکستان شماره مخصوص را از چاپ می‌برارد. این شماره فرا میگیرد نامگوی زیادی مطالب جالب و خواندنی را. از مشورت و راهنمایی‌های پیشوای ملت در ولایت ختلان تا اندیشه‌های جوانان عاید نقش وحدت ملی در رشد و پیشرفتشان. یاد از اجلاسیه تقدیرساز با اهدای راهبر آینده‌ساز. اذیت غریبی، سرگمی و سرسانی و درد گران بی‌وطنی ابراز می‌شود در سرگذشت یک گریزه. آموزش احساس میهندوستی تا تلخی هجرت سراینده وطنسرا تا بیشلالی. از خدمت‌های شایان امام علی رحمان در پایه‌گذاری صلح تاجیکان تا تشبیه وحدت به نور روشنی هر خاندان. والیبال این نمودی ورزش در تاجیکستان از خود درک می‌دهد. از اساس آرامی و آسودگی خلق تا معمار کاخ وحدت. جلوی دو شرفگن تاجیک در چمپیونات آسیا. ترنم وحدت و یگانگی در ایجاد شاعران وطنی. اندر این عالم حیات از وحدت است. این و دیگر موادهای جالب و خواندنی را از این شماره ما می توانید مطالعه نمایید. جوانان تاجیکستان، شیشه ناموس ملت در بغل داریم ما.